نعم سيدي، سمعا وطاعة. سمعا. خلاصش که خیلی عجیبه. من هنوزم نمیتونم چیزیو که با چشمای خودم دیدم باور کنم. تعجب نداره، جبهه پر شده از بچه‌هایی که باید سر کلاس درس باشن اما اینجا هستن. به قول تیمسار جبهه خودش مدرسه است اما درسش تو هیچ کلاس دیگه ای نیست. درس عشق و وطن دوستی. زاکر چی دیدی که نمیتونی باور کنی؟ قضیه این دانش آموزایی که جمشید میگه چیه؟ یه گروهان بسیجی دیدم که همشون خیلی کم سن و سال بودن. یه آقایی هم بین اونا بود. همه نشسته بودن و اون آقا براشون از روی کتاب یه چیزایی میخوند. بعدن فهمیدیم اونا بچه‌های یکی از مدارس شیراز هستن که با معلمشون اومدن جبهه. در موقع عملیات میرن خط مقدم و تو ساعت استراحتشون درس میخونن. بله، معلمشون هم باهاشون اومده بود. تلفن از خونه بود؟ آره. اتفاقی افتاده؟ برادرت چی؟ با وجود مخالفت پدر و مادرم ثبت نام کرده و اومده جبهه. ای بابا، حالا کجا هست؟ هیچ کس نمیدونه، همه نگران شدن. با این همه نیروی داوطلب که هر روز دارن به جبهه میان، پیدا کردنش کار آسونی نیست. انقدر نگران نباش، انشالله طوریش نمیشه. من برای پدر و مادرم نگرانم. مادرم میگه هر بار تلفن یا زنگ خونه به صدا در میاد میترسه خبر بدی از من بشنوه. نمیخواد نگرانیش بشه دوتا. برادرم فقط 13 سالشه. بهش گفته بودم اگرم بخواد بیاد تابستون بیاد و الان به درسش برسه. اما میگه تابستون و زمستون نداره. حالا هم پاشده اومده. کجا ثبت نام کرده؟ از کجا اعزام شده؟ از همون شیراز دیگه. با چند تا از همکلاسیاش اومدن. شیراز؟ بریم دفتر فرماندهی. میگم نکنه عجله نکنید. بعد از عملیات خودم بهش میگم. هنوز مطمئن نیستیم برادرش بین همون بچه‌هایی باشه که شما دیدی. اما آخه بریم. بیا دیگه بابا. تصاویری که پشت سر من میبینید نشون دهنده تازه ترین حملات دشمن به کشور ماست. اینا که همش مناطق مسکونیه. درسته. دشمن با زیر پا گذاشتن تمام قوانین جنگ و اصول انسانی اقدام به کشتن مردم بی‌دفاع و بمباران شهرها و مناطق مسکونی کشورمون کرده. ظاهرا این موشک‌ها تازه وارد تسلیحات سازمانی ارتش دشمن شده. اطلاعات دقیق‌تری درباره‌شون داریم؟ درست حد زدی. بر اساس شناسایی‌های صورت گرفته دشمن یک سایت برای امتحان این موشک‌ها در نزدیکی مرز برپا کرده و همه این تخریب‌ها از طرف همین سایت موشکی رخ داده. این سایت متحرکه یا ثابت؟ ثابته، اما به خاطر محصور بودن در بین بلندی‌های طبیعی منطقه امکان انهدام توسط توپخانه وجود نداره. بر اساس شنود مخابرات و اطلاعات عوامل نفوذی دشمن قصد داره بعد از امتحان هدفهای کوچک و نزدیک این موشک‌ها را به سمت شهرهای بزرگ هدفگیری کنه. طبق پیشبینی ما اولین هدف دشمن شهر دسفوله.
ما باید ظرف 24 ساعت این سایت رو تحت هر شرایطی با موشکاش نابود کنیم. با شناسایی و انهدام این سایت میتونیم از کشته شدن و آوارگی مردم بیگناه شهرها و روستاهای سرزمینمون جلوگیری کنیم. سوالی ندارید؟ فوراً برای پرواز آماده بشید. از ارتفاع کم کنید. مواظب خفاش‌ها و دیدبان‌های دشمن باشید. سایت در 1 کیلومتری ماست. با احتیاط شروع می‌کنید. بر اساس اطلاعات ما سایت باید در همین منطقه باشه. اما من هنوز چیز مشکوکی ندیدم. احتمالاً سایت رو استتار کرده. چشماتون رو خوب باز کنید. باید پیداشون کنید. مختصات منطقه درسته. سایت باید همین نزدیکی‌ها باشه. اما آخه کجا؟ ما که همه این منطقه رو گشت دادیم. سربازهای دشمن تو استتار خیلی ماهرن. تا موقعی که بالای سرشون گشت میزنیم غیر ممکنه استتارشون رو به هم بزنن و خودشون رو نشون بدن. حق با کبوتره. بهتره منطقه رو ترک کنیم. تمام. دریافت شد. تمام. دریافت شد. تمام. نحن مستعدون سيدي، مستعدون للإطلاق.
استعدوا للإطلاق، استعدوا. چکار؟ امونشون نده. آتش ضد هوایی خیلی سنگینه. بهتر فاصلمون از هم بیشتر کنه. موافقم. موشکو بپا. اول باید آتش ضد هوایی رو خاموش کنید. دریافت شد. تمام. آفرین آترش. موشکامو خرج کردم، اما پایگاه لعنتی هنوز سر جاشه. سقف این پایگاه از بتون چند لایه است. به این سادگی ها منهدم نمیشه. با این وضع چیکار باید کرد؟ من که چیزی به ذهنم نمیرسه. فقط یه راه داره. باید برم پایین و از نزدیک سطح زمین یه موشک به داخل پایگاه بفرستم، درست از در ورودی پایگاه. دیوونه شدی؟ اگه بری اون پایین آبکش میشی، شانس موفقیت خیلی کمه. چاره دیگه ای ندارم. تو باید منو پوشش بدی، اینجوری شانس موفقیتمون بیشتره. شنیدم آذرخش، هرچی تو بگی. آماده ای؟ بریم. آذرخش معطل نکن. بزن بزن. خدایا به امید تو. درد نکنه. چه کار؟ خسته نباشی. با تمام سرعت میریم به سمت قرارگاه اوقا. دریافت شد. تمام. اینم بذار بغل اون یکی. دستت درد نکنه. توی این جعبه ها چی هست؟ یه مقدار کتاب و نوشته افزاره. از ستاد پشتیبانی جبهه و جنگ آوردم. کجا باید برده بشن؟ به مؤسسه رزمندگان اسلام. دربارش یه چیزایی شنیدم. انقدر محصل و دانشجو و دانش آموز توی جبهه زیاد شده که برای ادامه تحصیل اونا این مؤسسه رو دایر کردن. چه فکر خوبی. لیست آوردی؟ آره اینهاش.
این لیست چیه؟ اسامی کساییه که این کتاب و دفترها رو بهشون میدیم. یعنی طبق لیست؟ آره دیگه، وگرنه ممکنه کتاب مهندسی رو بدم به دانش آموز راهنمایی و کتاب اونا بدم به مهندس. خیلی خوب، رابیف بریم. منم با شما میام. نمیشه، اول باید شیرینی بدی آقا. گفتی شیرینی؟ اسم برادر توی این لیسته. بیا ببین. خودشه، آره خودشه. اینا الان کجا؟ توی قرارگاهی در 35 کیلومتری اینجا. شیرینی رو بهت بخشیدم. را بیفت بریم که هم زاکر کتابا رو برسونه، هم تو برادر تو ببینی. ببینم شما این موضوع رو میدونستی؟ نه بابا، ما هم همین روز صبح متوجه شدیم. خدا وکیلی هوای داداشتو داشته باشه، نکنه باش دعوا کنی ها. باشه بابا باشه.